با سلام، امروز سردار سرتشتک، سرپیت ماستار، حسین سلامی مهمان ماست و قصد داریم با ایشون درباره آخرین دستاوردهای سپاه در مقابله با دشمنان نظام صحبت کنیم. سردار، این داستان نطنز چی شد بالاخره؟ با سلام به امام امت و عمه ولایت در گذرگاه شرارت، هم به عموت هم به خالت. عرض کنم خدمت شما که داستان نطنز ناشی از چند حفره امنیتی بود که اصلاً هم چیز مهمی نبود. چیز مهمی نبود؟ زدن کل سانتریفوژا رو پکوندن، بعد شما میگی چیز مهمی نبود؟ آقا جون، گفتم که 4 تا دونه حفره بود به اندازه سولاخ سوزن. یعنی اینقدر. من امروز این مژده رو به شما میدم که جوانان ما با ساخت دستگاه حفره‌یاب این توطئه دشمن رو هم شکست میدن. دستگاه حفره‌یاب چیه؟ این دستگاه حفره‌یاب ولایت هست که به این صورت اون رو به سمت حفره میگیری. سردار، این که همون کرونایابه. نه عزیز من، کرونایاب چیه؟ این کجا و اون کجا؟ 2 تا تکنولوژی متفاوتن. اون در قابلمه بود، این در دیگه. اونجا ویروس می اومد سمت تو، اینجا تو میری سمت حفره. باشه آقا جون، نطنز و حفره و این حرفا رو فهمیدیم. املت شدن دکتر فخریزاده رو چی میگی؟ اون که قضیهش فرق میکنه. اون علتش نفوذه. یعنی نفوذ با حفره فرق میکنه؟ آره عزیز دل من، دشمن حفره رو میبینه بعد توش نفوذ میکنه. حالا با نفوذ چطور میخواید مقابله کنید؟ با نفوذیاب؟ نه داداش، نفوذیاب چیه؟ خوشبختانه جوانان ما ماله رو اختراع کردن که بتونه میمالیم و جلوی نفوذ رو میگیریم و دشمنان رو به زودی ناپدید خواهیم کرد. سردار، ظاهراً باز هم نطنز رو زدن. شما نظری ندارید؟ اگه 1 بار دیگه بزنن با این دفعه میشه 4 بار.